الگوی اسلامی مقام معظم رهبری در تأمین امنیت یک الگوی اسلامی است. الگوی امنیت اسلامی مبانی توحیدی دارد و اولین مؤلفه آن حفظ عزت، استکبار ستیزی و نفی همه طاغوت هاست که این امر با وحدت مسلمانان در مقابل جبهه کفر و دفاع از مظلومان در سایه حفظ سیاست موازنه تهدید و برقراری تعامل صادقانه با دیگر کشورهای جهان برقرار خواهد شد. الحمدلله رب العالمین. صلوات و هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه توی از نظم زیاد. منتها فرد موظفه که اینجا اظهار نظر کنه یا بخیر معلوم بشه که این هست اینجا. این در مورد این برادر بزرگوارمون واقعا وجود داره به نظر من. ببینید الان مثلا شما هر جور باز بکنید و اینکه اشاره کردن این بحث مبانی فقهی برای راهبردهای آقا این مستحدث میشناسه، درسته؟ مطالب مستحدث نیست، اما بررسی این مبانی این اولین باره تا حالا نشده. ایشون نمزانی پیشنهاد میکنم بدن. این یه متن بی اشکالیه